برادران محترم، برادران موحد، برادران دین دوست، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این ویدیو را ببینید برادران محترم. این پیرهای مزخرف، این پیرهای گمراه، این پیرهای مشرک مرتد بدبخت را میبینید. اینها هستند که جامعه را به فساد کشاندن. اینها هستند که مردم را به طرف شرک دعوت کردند. اینها هستند که مردم را به طرف خود دعوت کردن. اینها طاغوت هستند. و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، همینها هستند که مردم را به طرف خود دعوت میکنند. از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باز میبرند. از سنت رسول الله باز میبرند. کسانی که به طرف قرآن و سنت دعوت میکنند اونها را به نام وهابی، سلفی، به نام خوارج، به نام این و آن یاد میکنند. برادران محترم، گول اینها را نخورند. اینها گمراه هستند، اینها اهل جهنم هستند. شما را هم میخواهند به طرف جهنم وصل کنند، شما را به طرف جهنم ببرند. برادران محترم، معذب باشین که اینها مبادا شما را هم گمراه کند. ما دلسوز شما هستیم، میخواهیم شما به طرف گمراهی نروید. این سبب جهنم رفتانتان نشود. اینها اهل جهنم هستند. اینها پروایی کسی را ندارند. اینها دکانداریشان را میچلانند. به توسط همین پیر و پیربازی اینها میخواهند مردم را گول بزنند، اما پولهای مردم را بگیرند. اینها هستند که الله سبحانه و تعالی اینها را ذلیل کرد. اینها از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله بدورند. الله سبحانه و تعالی بالای من شما رحم کند. این همین ها هستند برادران محترم، برادران موحد، یکتا پرست، دین دوست. همین مشرک ها، همین بدبخت ها، همین پیرهای مزخرف سیف شیطان، همین ها بودند که علمای ما و شما را به شهادت رساندند. از اینها دفاع نکنیم. اینها را مشرک بگیم، مشرک هستند. اینا اهل جهنم هستند. به کثرت خود می نازند. برادران محترم، به الله پناه ببرم از شر از این دجالان، دجال صفتان، این پیرهای گمراه، از این پیرهای مزخرف، از این پیرهای مشرک بدبخت. اینها هستند که ما و شما را به طرف جهنم میبرند. و دشمنان قرآن و سنت هستند. میخواهند مردم به طرف دعوت، به طرف دستبوسی خود، به طرف پایبوسی خود، به طرف سجده خود دعوت میکنند. مردم خودشان مشرک هستند، اما ما مردم ها را مشرک میسازند، اهل جهنم میسازند. همین بدبخت ها هستند. گول اینها را نخورند. برادران محترم، از الله بترسین. در محفل ازنا اشتراک نکنین. در اون محفل اشتراک کنین که در قرآن و سنت بیان میشه، از گفته های الله سبحانه و تعالی و از حدیث پیامبر صلی الله علیه و صحبت میشه. در آن مجلس ها اشتراک کنید. در این مجلس های شرک و بدعت، مزخرفات، در اینها اشتراک نکنید. اینها شما را به طرف جهنم میبرند. ما برادران محترم، ما دل سوزانه برایتان میگیم به طرف از اینها نروید. اینها اهل جهنم هستند و به طرف جهنم میبرند شما. همین ها هستند دشمن قرآن و سنت و علمای اهل سنت و الجماعت، علمای موحدین، علمای سلف صالح، علمای سلف را همین ها بودند به شهادت رساندند و به نام خوارج یاد کردند. اصلا در حقیقت خوارج خودی از اینها هستند، از دین خارج شده خودشان هستند که یک دینی را، یک طریقه را، یک منهج را اختراع کردند و این را به ربط به اسلام دادند، در حالی که اینها اسلامی نیستند. اینها غیر اسلامی هستند. اینها ماتریدی هستند، اشعری هستند. اینها جدا از اهل سنت هستند. اینها به اهل سنت هیچ ربطی ندارند. اهل سنت و جماعت هیچ ربطی ندارند. همین بدبخت هستند در مردم را به طرف قبر پرستی، پیر پرستی، اوهام پرستی، به طرف این و آن دعوت میکنند. اینها به طرف قرآن و سنت دعوت نمیکنند. دشمنان قرآن و سنت هستند. از قرآن و سنت برای زنا سخن گفتی چی میگن؟ اینها کسانی که از قرآن و سنت صحبت کردند آنها را به شهادت میرسانند. انشاءالله ما هم اینها را ماندنی نیستیم. خودی
شهدای ما، خون علمای موحدین ما، خون دعوتگران ما، اینها حدر نخواهد رفت. انشالله انتقام خون اینها را از این بدبخت های مشرک خواهیم گرفت و اینها را یک به طرف جهنم میفرستیم. اینها را خلاصه ماندنیشان نیستیم. اینها را به طرف جهنم انشالله واصل خواهیم کرد تا که زنده هستیم اینها را نمیمانیم. انشالله مردم را هم از اینها دور میگردیم. اینها هستند دشمنان دین، اینها هستند دوستان یهود و نصارا، پیر سیف الشیطان، اولیای سیف الشیطان. سیف الرحمن نیست، سیف الشیطان مرتد بدبخت بیدین مشرک. برحذر باشین برادران محترم، برحذر باشین از اینها به دینتان ضربه میزنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.